فعلا اکنون ورزشگران با ادای احترام گذاشتن نسبت به همدیگر بر رقابت میپردازند و در گرفتن همون بخش اول جودو کومیکاتا هر دو ورزشگر نیز یک نوع چست و چالاکی نشان میدهند و آن چنگ حریف را از گریبان هم میکنند و نمیگذارند که تو آن مرحله قپیدن مورد نظر حریفشان در همان لحظه اول صورت بگیرد. ولی با این وجود ابتدا از فرصت اول یک محل اجرا کردن هلوکی را داشت خود تقایف، ولی موفق نشد. در بخش نواز اکنون عملکرد امامعلی نورعلی رو با هم تماشا کردیم که تا آخر چندان موفقیت آمیز نه، ولی این موفقیت آمیز بود دوستان عزیز. داور مرکز اشاره میکند که این از شیم وضع، چون امامعلی نورعلی از شیم وضع استفاده کرد، یعنی حالتی بوغی کردن یا نفسگیر کردن حریف رو به مورد استفاده برد و داور مرکز گویا قبل از ورزشگر احساس کرده باشد که یعنی در صورت فشار محکم تر دادن احتمالیت یعنی نفسگیر شدن تقایف جمالالدین وجود داشت. از همین لحاظ داور مرکز قبل از انجام وقت اساسی قوزمایی را منع کرد و به همین ترتیب چون رمزی پیروزی با امتیاز کامل ایپون غالبیت را به امامعلی نورعلی تقدیم کرد. اما اینجا هیئت داوران یا کمیسیا قضاوت خواهند کرد و ببینید در مورد خلاصه‌گیری داور مرکز هیئت داوران چی میگویند. به هر حال چون گفتیم در بخش نوازه یعنی عامل های موفقیت خیلی زیاد هستند از این رو، اما هیئت داوران به خلاصه آمدند که این عملکرد امامعلی نورعلی یعنی هیچ نتیجه نداشت در تناسب غالبیت. از همین لحاظ داوران یعنی بار دیگر رقابت این ورزشگران را افضل تر دانستند و ببینیم اکنون در بخش تاچ وضع یا همون پرتاب های سراپا کدام ورزشگر نخستین شده حریف را از پای در می آورد. این هم نورعلی، امامعلی نورعلی هست که ابتدا حریف را از پای در آورد و یک وضع را گرفت. به همین ترتیب در این رقابت دویمه که ما تماشا میکنیم دوستان عزیز باز یک وضعی بر امامعلی نورعلی و به همین ترتیب او یک قدم برای رسیدن به پیروزی پیشتر گذاشت و از لحاظ یعنی در بخش سراپا کار کردن نیست امامعلی نورعلی افضل تر به نظر می رسد. و در بخش نواز هم همانطور که داور مرکز قبلا هم اشاره کرده بود در بخش نواز تا جای همون فشاری که داده بود در آغاز رقابت بسیار به مورد به نظر رسیده بود از نگاه داور مرکز و داور مرکز هم در همون لحظه قوزمایی را منع کرده بود. ببینیم اکنون قسمت یعنی وقتی میانه اساسی را و باز از یک کوچیگری بسیار به مورد استفاده کرده امامعلی نورعلی و به همین طریق و زر عوضت ایپون یک دو امتیاز ناکامل کامل شد و به همین ترتیب امامعلی نورعلی به دور دوم رقابت ها را خط گرفت. نوارهای تدریجی رو با هم تماشا خواهیم کرد و قضاوت خواهیم کرد. از تکنیک های حمله بسیار به مورد خوب استفاده کرد. در لحظه پایانی هم یک کوچیگر بسیار زیبایی را استفاده کرد.
бубинед ба пои чап бисёр ҷаззобу диданӣ истифода шуд. бубинед чӣ гуна тавонист ки ба пои чап ҳамон усули мавриди назарашро ба маврид истифода кунад ва ғолибият ба даст биёрад.